دومین بار من دارم این جلسه رو ثبت میکنم و ضبط میکنم، به خاطر اینه که 2 بار ضبط کردیم، یه بار صدا اوکی بود، تصویر نبود، دفعه بعدی فایلمون خشخشی طور بود و این سومین بار من دارم این مبحث انواع حمایت و مقاومت رو میخوام تدریس کنم و دارم تدریس میکنم. خب میریم سراغ انواع حمایت و مقاومت. این رو من پاک کنم. انواع حمایت و مقاومت چیه؟ داینامیک، استاتیک. انواع حمایت مقاومت ما داینامیک و استاتیک هستش. زمانی که ما کانال سقف مشخص و کانال کف مشخصی رو داریم و کانال ما به صورت مستطیلی هستش و کج نیستش و به صورت کاملا صاف ما یک خط سقف و یک خط کف داریم، بهش میگیم چی؟ بهش میگیم استاتیک. یعنی محدوده حمایت و مقاومت استاتیک. مثل این موضوع یه جماعتی اینجا وایستادن، نمیذارن قیمت بیاد پایین تر از این خط و حمایتش میکنن، ساپورتش میکنن و قیمت رو پرت میکنن به سمت بالا. و یه جماعتی هم اینجا هستن که مقاومت میکنن، نمیذارن قیمت بیاد بالا و قیمت رو پرت میکنن به سمت پایین، تا زمانی که از یه سمت از این حمایت یا مقاومت شکسته بشه، که گفتیم زمانی که شکسته میشه، بذاریم مشکیش کنم اینا، و گفتیم زمانی که شکسته میشه و برمیگرده، این جماعت قهر میکنن، میگن چی؟ میگن ما دیگه اینجا حمایتت نمیکنیم بریم بالا و تبدیل سطوح انجام میشه، تبدیل سطوح صورت میگیره. این حمایت، محدوده حمایت و خط حمایت تبدیل به مقاومت میشه و اجازه نمیده دوباره قیمت بیاد بالای این، میزنه تو سر قیمت و پرتش میکنه پایین. پس جماعت حمایتگری که اینجا قیمت رو پرت میکردن به سمت بالا قهر میکنن و زمانی که قیمت شکسته میشه و برمیگرده به همین محدوده حمایتی یا همون ساپورته، این محدوده تبدیل به مقاومت شده، میزنن تو سر قیمت و میندازنش به سمت پایین، که اینو بهش میگن تبدیل سطوح. پس یه جنبندی تا الان میگم بهتون صحبت ها رو تا الان. انواع حمایت مقاومت داریم داینامیک، استاتیک. استاتیک چیه؟ استاتیک اینه، یعنی ما یک سقف داریم و یک کف داریم که بهش میگیم حمایت مقاومت. اوکی، زمانی که این سقف و کفه به صورت صاف حرکت میکنه و کج نیست و خط ما مستطیل طوره، بهش میگیم چی؟ استاتیک. دارم سعی میکنم آسان ترین حالت ممکنه بچه توضیح بدم. و زمانی که این جماعت اینجا حمایتگر هستن، جماعت اینجا حمایتگر هستن و قیمت رو پرت میکنن به سمت بالا، این جماعت هم اینجا مقاومتگر هستن و قیمت رو پرت میکنن به سمت پایین. زمانی که این خط جماعت حمایتگر میشکنه یا همون حمایت ما یا ساپورت ما میشکنه، قیمت میاد پایین. و زمانی که میخواد برگرده به سمت این خط، این جماعت حمایتگر که اینجا مردم حمایتگر بودن، اینجا فروشنده و مقاومتگر میشن، میگن دیگه نمیذاریم قیمت بیاد بالا، حالا که نذاشتیم ما کارمون رو بکنیم، و تبدیل سطوح صورت میگیره. به سمت بالا هم بچه ها به همین صورته. فرض رو بر این میگیریم که خط ما ادامه داره، بازار ما از اینجا مثلا دوباره برگشته به محدوده. خب زمانی که برگرده به محدوده و این خط رو بشکونه و میخواد برگرده که از این بیاد پایین، چه اتفاقی میفته؟ این جماعت مقاومتگر قهر کردن و تبدیل سطوح صورت گرفته، میگه ما دیگه نمیذاریم این بیاد پایین، ما هم دیگه حمایتگر شدیم و این قیمت رو پرت میکنن به سمت بالا. این میشه حمایت مقاومت استاتیک. چه زمانی بفهمیم که اینجا شکسته شده یا اینجا شکسته شده؟ کندل معتبره که بهتون گفتم تو مبحث کندل شناسی ببینیم، و زمانی که کندل معتبر دیدیم که شرایطش رو داشت و اوپن کندل بعدی بالا یا پایین کندلمون بود، ما معاملمون رو باز میکنیم و به اندازه عمق این کانال تارگت گذاری میکنیم. این تارگت اولمون میشه، عمق این کانال. اینجا شده تارگتمون، عمق این کانال. اینجا از بالا شکسته کندل معتبر دیدم، میام عمق رو میسنجم و تارگت گذاری انجام میدم.
یه سری هم میگن بچه ها ما ثبت میکنیم پول بک رو بزنه، برگشت رو بزنه به این خط که اینا قهر کردنشون رو نشون بدن، بعد اینجا خریدمون رو انجام میدیم. درسته اون هم میشه، اما زمانی که یک معامله‌گر آب شده‌ای که توی سینگل جم آموزش دیده اینجا عمق کانال رو میسنجه، به تارگت گذاری میکنه، اینجا کندل معتبر دیده و معامله میکنه تو این محدوده، خب اون شخص داخل سینگل جم یاد گرفته یک مبحثی رو به نام ریسک فری که وقتی معاملش میره یکم تو سود، دیگه بچه ها خیلی بده اینو میخوام دوباره تکرار کنم، میره تو سود، میاد نقطه ورودش رو میکنه استاپش، و زمانی که مثلا 15 خط یا 20 خط میره تو سود میاد استاپش میکنه 5 خط، استاپش رو میکنه 5 خط یا 10 خط، که زمانی که بازار برمیگرده اولا که یه جای نوسانی باید داشته باشه، برای همینه میگیم 20 خط رفتی تو سود 5 خط بیار بالا استاپت رو توی سود، که این یه جای تنفسی داشته باشه برای یه ذره برگشت ها. خب پس زمانی که برگشت میاد چیکار میکنه؟ 5 خط سود ما رو مثلا توی این محدوده میبنده. زمانی که دوباره برگشت به این محدوده، من دوباره دنبال تاییدیه میگردم و دوباره معامله میکنم. پس من اونجا سودم رو گرفتم، اینجا هم دوباره کارم رو انجام میدم. چه کاریه وقتی من ریسک فری رو داخل سینگل جم اینجا یاد گرفتم، دیگه برا من مهم نیست چه اتفاقی میفته. این از اینجا. خب اوکی. حالا میریم سراغ چی؟ میریم سراغ داینامیک. این حمایت مقاومت استاتیک بود، حالا میخوایم بریم سراغ داینامیک. اینجا نوشتم زمانی که خطوط حمایت و مقاومت مستطیل طور هستند استاتیک نامیده میشود. زمانی که خط صاف داریم حمایت مقاومت استاتیک نامیده میشود. خط صاف داریم استاتیک، مستطیل طور استاتیک. نحوه معامله کردن باهاش هم بهتون گفتم. بریم سراغ مبحث بعدی به نام داینامیک. بچه‌ها داینامیک چیه؟ زمانی که بازار صعودی است به خط کف کار داریم، یعنی اینجا بازار من داره میره بالا، سقف و کف بالاتر میزنه، اصلا کاری به این نداشته باشی، داره میره بالا سقف و کف بالاتر میزنه، که بهتون میگم اینو تو جلسه بعدی که روند صعودی و روند نزولی یعنی چی. سقف و کف بالاتر میزنه. این پایین من میام یک خطی رو رسم میکنم که هر موقع برگشت به این خطه دنبال تاییدیه کندلی بگردم و معامله باز کنم. معامله من چقدر حد سود داره؟ معامله من به اندازه لگ قبلی، به اندازه عمق کوه قبلی. کوه قبلی چقدره؟ عمق کوه قبلی چقدر؟ عمق کوه قبلی از اینجا هست تا اینجا. اوکی، پس این میشه عمق کوه قبلی شده تارگت من، که تارگت هم رو داده. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ دوباره برگشته به اینجا یک کندل معتبر دیدم، عمق کوه قبلی میشه تارگت من، که تارگتتون رو میذاریم به اندازه عمق کوه قبلی. بچه‌ها این نحوه معامله کردنه فقط مال کسانی که این حمایت و مقاومت رو میدونن. شما کلی از چیزا رو بلدین و با اونا تاییدیه میگیرین و دیگه اینطوری معامله نمی‌کنیم که یه حد سود خیلی بزرگ در نظر میگیریم. حالا اینو من فقط دارم میگم برای این موضوع، چون الان روی این مبحثم. پس توی جمع‌بندی خیلی بحث فرق میکنه، اما جمع‌بندی شرطش اینه که تمام اینا رو بلد باشیم. خب بعد این خط چرا اینجا بود؟ این خط اینجا بود که زمانی که بازار من برگشت به این خط، به این محدوده قبلی من هم برگشته. پس اگر بشکنه من خط معتبری رو شکونده. چرا؟ چون اینجا رو شکونده، اینجا رو شکونده، یک کندل تاییدیه میگیرم و به اندازه عمق کوه قبلی هم میتونم سل همین رو یا فروش همین رو بگیرم. این از چی؟ این از داینامیک صعودی که یادش گرفتیم که خط چی رو میکشیم؟ خط کف رو میکشیم. زمانی که بازار نزولی است به خط سقف کار دارم، یعنی بازار داره میاد پایین، قرمزه داره میاد پایین، این خط رو پاک میکنم، یه خط بهتر میکشم براتون. حالا مثلا بهتره مثلا این بهتره. اوکی، من میشه درستش کرد. آره مثلا این خطه. خب پس زمانی که بازار داشت میرفت بالا، خط کف رو کشیدم، کاری به این بالا نداشتم. چرا؟ چون این بالا وقتی اینجا شکسته میشه من میدونم اینجا شکسته شده، کاری ندارم به این سقف خط بالا، چون خط بالا قطعا شکسته میشه و
یک خط بی دلیله. اوکی، پس احتمال زیاد قطعا که نداریم تو بازار. پس میام چیکار میکنم؟ خط کف رو براش میکشم. اما وقتی بازار من داره میریزه، خط سقف رو براش رسم میکنم و زمانی که برخورد میکنه به این خط به اندازه عمق کوه قبلی تارگت گذاری میکنم و سلم رو میگیرم. این بچه ها باز هم میگم زمانی که بازار نزولیه خط سقف رو میکشی، زمانی که بازار سودیه خط کف رو میکشی. حالا مثالش هم میریم رو چارت براتون میزنم. حالا معامله با شکستم اینجا اومدم توضیحش رو دادم. بذار اول اینو بخونم. زمانی که خطوط حمایت مقاومت ما کج و خمیده است، مثل این کج دیگه، خطوط داینامیک نامیده میشود و برخورد به سطح داینامیک برای مشخص کردن میزان اعتبار باید بیشتر از 3 برخورد داشته باشد. یعنی بچه 3 بار وقتی برخورد شده به این خطه، این خطه برای من معتبره. وقتی 3 بار این حمایت و مقاومت خورده به این سقف و به این کف، برای من این خطوط معتبرن. یعنی وقتی شکسته بشن و تاییدیه پرایسی دیدیم میشه روشون حساب کشید و معامله کرد. خب این از این. اینجا معامله با شکست رو بهتون یاد دادم. خب گفتم آقا الان بازار داره میریزه، من اومدم خط سقفش رو کشیدم، اینجا میخوام معامله با شکست انجام بدم. خلاف بار من گفتم که اینجا اگه شکسته بشه با کندل معتبر توی این محدوده، کندل معتبر من اگه چیز شد بالای این خط بسته شد و مثلا این چکش بوده، ببین بچه این پایه چکش هست مثلا، حالا باید پایش بزرگتر باشه دیگه. آره پایه کجی هم داره، چون یادتونه دیگه پایه باید 2 برابر بدنه باشه و کندل بعدی اوپنش بالای این کندل باشه که بشه معاملهش کرد. تارگت هم چقدره؟ به اندازه قد همین کندله. تارگت من زمانی که میشکنه چقدره؟ دوباره به اندازه چی؟ عمق همین کوهی که رسیده به این خط. عمقش چقدره؟ اینه، این عمقشه. ببینید این عمق این خط است که رسیده به این کوهه. پس اینجا کندل من باید بالا باز بشه، عمقش هم که این قده، این میشه تارگت من. تارگت دوم من به اندازه قد همین کندل چکش است که میشه یه ذره بالاتر اینجا. پس تارگت اول من اگه 3 واحد دارم 2 واحدش رو اینجا خالی میکنم و استاپ اون یه واحدی که گذاشتم و میذارم اینجا، اون یه واحد الباقی رو هم تارگتش رو میذارم اینجا که اگه برگشتم روی همون 2 واحدی بسته بشه که قبلا بستم. تمامی محدوده ها و خطوط مهم بازار باید بیشتر از 3 برخورد داشته باشن برای اطمینان قطعی ما. یعنی اینجا باید 3 تا برخورد رو من ببینم که اطمینان قطعی تری، با احتمال بیشتری به موفقیت این خط بدم، وگرنه قطعیتی وجود نداره. هرچه برخورد بیشتر باشه سطح مهمتر است. اینجا من 1 2 3 4 5 تا برخورد داشتم، خب معلومه اگه بشکنه معتبره. اوکی، تا خطی که 2 تا برخورد داره و بشکنه معلومه هرچه برخورد بیشتر باشد اعتبار خط من بیشتر می شود. بچه سوال داریم؟ این انواع حمایت و مقاومت بود. بچه که از اول لایو بودن سوال داریم؟ این لایو انشالله سیو میشه اونایی که دیر رسیدن. اگه سوال نداریم بریم برای داینامیک و استاتیک روی چارت همراه با مثال. از کجا متوجه بشیم که شکست فیک نیست؟ ببینیم خانم تقیلو، زمانی که ما یک محدوده ای داریم، مثلا اینجا شکسته شد، خب مثلا اینجا شکسته شد یا اینجا شکسته شد، زمانی که من یک کندل معتبر دیدم، گفتم الان چند دقیقه پیش، گفتم زمانی که محدوده من شکسته شد کندل معتبر دیدم، شرایط مکتوب معاملاتی من رو داشت، پلن مکتوب معاملاتیم رو داشت، من معاملم رو باز میکنم. اما من توی سینگل جم یه چیزی یاد گرفتم به نام ریسک فری. یعنی نمیترسم معامله من 5 خط 6 خط 10 خط که رفت توی سود، حد ضررم رو میارم توی نقطه ورود. 10 خط که رفت تو سود حد ضرر رو میارم روی نقطه ورود. زمانی که 20 خط رفت تو سود حد ضرر رو میارم روی 5 خط سود. و اگه برگشت و قرار بود سطح رو ببینه و دوباره این سطح مثل اینجا رو ببینید بچه‌ها، اینجا خب اینجا برگشت، من معامله باز کردم. خب معامله رو باز کردم، زمانی که رفتم تو سود اومدم استاپمو گذاشتم تو سود، تو 5 خط سود. یعنی اگه برگردم من با 5 خط سود میبندم.
برگشت با 5 خط سود اینجا معامله من بسته شد. دوباره برگشت به این خطه، این خط مقاومته، حالا که شکسته شد اینجا تبدیل به حمایت شده. پس حالا که برگشت دوباره دنبال تاییدیه میگردم، اینجا خریدم و میزنم، دوباره همین فرایند رو اینجا هم طی میکنم. پس شما این که میگن آقا منتظر بمون، یه سری هم میگن نه منتظر نمون، یه سری هم میگن هرچی دوست داری انتخاب کن. من اون گزینه سومم همراه با ریسفری، یعنی شما اینجا 5 خط سودتو گرفتی، مثلا 5 خط سودتو گرفتی، دوباره برگشته اینجا کندل معتبر دیدی، بلدی هم که تبدیل سطوح انجام شده، دوباره معاملات رو انجام میدی. یه 5 خط شما جلوتر از اونایی که منتظر یه ریتست از بازارن، یه ریتست از بازارن، این که بیاد دوباره سطح تست کنه. خب شما یه 5 خط از اون اشخاص جلوترین، یه پله از اونها جلوترین. پس چرا استفاده نکنید؟ چه مبحثی زیباتر از مبحث ریسفری داخل بازار مزنه آب شده که به شدت بازار پرنوسانی هست و یکی از رازهای زنده موندن در بازار مزنه آب شده همین ریسفری هستش که من تا حالا هیچ کجا در ایران در تمام آموزش هایی که در گذشته دیدم ندیده بودم که بگم. دیگه خواهش میکنم. بچه‌های دیگه سوال دارین؟ برم توی چارت و مثال بزنم داینامیک و استاتیک. خب اومدیم روی چارت، میخوایم ببینیم که داینامیک و استاتیک چی هستن. اوکی، از کجا شروع میکنم؟ از همین امروز. اول بازار امروز چه اتفاقی افتاده؟ خطهای کج چی بودن؟ داینامیک. ببین این خط کجه. اوکی، یه برخورد، 2 برخورد، 3 برخورد، 4 برخورد. پس زمانی که میخواد برسه به این خط، من دنبال یک کندل معتبر میگیرم برای سیل گرفتن. تارگت هم چقدر؟ عمق لگ قبلی تارگت من هست به همراه قانون بقا در مزنه که ریسفری هستش. دوباره برخورد، دوباره برخورد، دوباره اومد اینجا برخورد نکرد، منتظر برخورد هستم. من معتقدم اگه ساعت شکسته شد کندل تاییدیه دیدین ورود بزنین و ریسفری رو هم رعایت کنیم. این یه استراتژیه. ما کلی آموزش‌ها و سبک‌ها رو هنوز نگفتیم. این یه استراتژی که شما میتونید استفاده کنید. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا خط معتبر من که 4-5 تا برگشت داشته شکسته شده. کندل من مارابوزو بوده، اوپن کندل من بالای این بوده. پس همینجا معامله‌مو باز میکنم. تارگت هم چقدره؟ تارگت هم به اندازه عمقی هستش که رسیده به این. عمقی که رسیده به این چقدره؟ از اینجا شروع شد رسید تا اینجا. پس اینقدر میشه تارگت هم که باید بازار تا اینجا بیاد، تا اینجاها باید بیاد. یه ذره پایینتر از تارگت من. بازار اومد اینجا از 40,677 من خرید زدم، اومد تا کجا؟ تا 40,696. خب نزدیک 20 خط. 20 خط رفت تو سود. پس وقتی 20 خط رفت تو سود، من استاپمو بردم 5-6 خط تو سود یا نه؟ حالا بماند که اینجا ساعت 1. ببین این پایین ساعت رو نگاه کنین. اینجا ساعت 1. قرار اصلا 1 تا 2 معامله نکنن بچه‌های ما. ولی خب ما باید هر چیزی که گفتیم رو بریم نگاه کنیم ببینیم جواب دادی یا نه. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ خب کندل مارابوزو دیدم، بالاش باز شده. پس همینجا معامله رو باز کردم. معامله من که 10 خط رفت توی سود، استاپ من میشه چی؟ نقطه ورودم که اگه برگشت استاپ هم زد، نهایتا من 14,000 تومان برای هر واحد کمیسیون پرداخت کردم. فقط کمیسیون پرداخت کردم. اما زمانی که بچه‌ها معامله من اینجا رفته تو سود، بالای 18 خط، بالای 19 خط، بالای 20 خط، من استاپو که همون نمیذارم نقطه ورود که اگه برگشت بیاد هیچ سودی هم بهم نده. میام 5 خط سود میذارم استاپم رو. خب این از خط داینامیک. حالا میخوام یه محدوده بکشم برای خط استاتیک. اینجا یک محدوده ای داشتم که شکسته شد، اومد پایین. اوکی، چرا کشیدم اینا؟ چون اینجا یه برگشتی داشت. اینجا شکسته شد، اومد پایین، بازار دیگه نرسید بهش. اینجا رسید بهش، برگشت زد.
اینجا رسید بهش برگشت زد. چرا؟ چون اینا که حمایتگر بودن یه بار اینو حمایت کردن دیگه قهر کردن، گفتن ما دیگه مقاومت کردیم تا که قیمت رسید به اینجا، زدن تو سر قیمت، زدن تو کله قیمت. پس من منتظر تاییدیه میکردم برای سیل گرفتن. اوکی. دوباره خط داینامیک. داینامیک چی بود؟ همون خط کجه. حالا خیلی هم میگن این خط رو که میخوایم بکشیم، خط رو وصل کنیم به شادوها یا وصل کنیم به بادی ها. میگه این شادوها رو به هم وصل کنیم یا بادی. من بادی ها رو وصل میکنم بچه ها. من بادی ها رو به هم وصل میکنم. حالا این یه ذره که مثلا اینجا بادی اینجا شادو اشکالی نداره، ولی بادی ها رو وصل میکنم. چه اتفاقی افتاده؟ بازار من هر موقع برگشته به این بنده خدا، چه اتفاقی افتاده؟ برگشته و صعود کرده. تارگت من چقدره؟ به اندازه عمق لگی که رسیده به این. میام عمق لگ رو میگیرم، صاف میگیرم عمق لگ رو. چون خب عمق لگم رو میگیرم میذارم اینجا. پس اینجا اگه یه تاییدیه به من میداد، من تا اینجا تارگتمو داشتم، اما من تاییدیه تو یه دقیقه نمیبینم. ببین نه چکش معتبری نه مارابوزوی معتبریه. اما چون برگشته به خطم، میشد معاملش کرد، ولی دنبال تاییدیه میگردم. دنبال تاییدیه میگردم. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا بازار برگشت، اینجا کندلا سبزه، کندلا که قرمز معتبر که بسته نشده زیر این که من سلشو بگیرم و فروش بزنم. خب کندلا سبز بسته شدن، یک کندل مارابوزو بسته شد، یک کندل چکش بسته شد. چه اتفاقی افتاده؟ میام عمق لگ قبلیم رو میگیرم، از اینجاست تا اینجا دیگه. بذار کج بکشمش متوجه بشین. این عمقیه که رسیده به این، منظور من اینه. میام قدش رو میگیرم میذارم اینجا. اینجا مارابوزوی منه، بعدش هم یه اوپن داشتم بالاش و معاملم رو باز کردم که تا اینجا تارگت رو به راحتی بهم داده. مثلا این خطی که بچه یه ضرب صافه، من چه خطی برای این بکشم که داینامیک باشه؟ خب معلومه خطی نداره. زمانی خط میکشم که مثل این یه حالت کوه مانند مثلا ببینم داره، یه حالت سقف و کف پایین تر، سقف و کف بالاتر. یعنی خواستم کوه مانند بگم که ساده باشه براتون، ولی تو جلسه بعدی اینو بهتون یاد میدم. ببینید این خط رو من کشیدم اینجا. حالا خیلی هم میگن حالا که سوابق بازاره تونستی خط بکشی. نه، من یه برخورد اینجا دیدم، یه برخورد اینجا دیدم، اینا هم نبود، کلا اینا نبود. من این خط رو میکشیدم تا این پایین، این خط رو میکشیدم تا این پایین. ولی بچه‌ها شما موظفین که منتظر بمونین. ببینین اگه چیزی بازار نشون نداد، منتظر بمونین که بازار یک نکته‌ای، یک سیگنالی، یک داد و هواری خودش بزنه که بگه من الان دارم یه سری چیزا به تو نشون میدم که آماده معامله کردن باشی. خب پس اینجا برگشته به این خطه، برگشت به اندازه عمق لگ قبل، دوباره برگشته به این خطه به اندازه عمق این لگه، دوباره برگشت. اینجا شکسته، دنبال تاییدیه میگردم. تاییدیه من مارابوزوه. اوکی، پس باید بالای اون باز بشه که کندل من بالای اون باز نشد، پس معامله ای ندارم. این از خط داینامیک. بریم استاتیک هم بکشیم. مثلا اینجا استاتیک، اینجا فول رنج ها، ولی خب میکشم براتون. یعنی همش درجا زدن. ببینیم بچه ها، اینجا که شکسته شد اینا حمایتگر بودن، کاری به اینجا نداشته باشین اصلا بیایم از اینجا بکشیم دقیقا. خب پس اینجا بازار واکنشی نشون نداده به هیچی. من چرا باید این خطا بکشم؟ مثلا اینجا رو هنوز ندیدیم. خب بازار هیچ واکنشی نشون نداده. مگه اینجا چیزی واکنش نشون داده؟ خیر. پس چیکار میکنم؟ کاریش ندارم، فقط اینجا یه خطی میکشم، چون حتما یه دلیلی داشته این کندل اومده تا این پایینه و برگشته. کندل اومده تا این پایینه برگشته، یه دلیلی داشته، یه حمایتگر، یه سری خریدار اینجا هستن. این خط این جلو هم پاسخ داده، میبینیدش؟ بعد میبینم یه خطی داره، یه سری مقاومتگر دارن اینجا تشکیل میشن. پس چیکار میکنم؟ یه خطی هم اینجا میکشم و زمانی که خط من به سمت بالا با کندل معتبر شکسته میشود، کندل معتبر شکسته میشود،
به دنبال تاییدیه میگردم که اوپن کندل بعدی بالای اون باشه. نداشتم. اینجا هم ببین بالاش باز تا این چکشه رو که داشتم به اندازه عمق لگی که رسیده تا اون چکشه رو، عمق لگ یعنی چی؟ یعنی از این کندل قرمزه تا جایی که رسیده به اون چکشه میذارمش تارگت. پس بازار من باید تا اینجا بیاد که تارگت منو بده. خب بازار من که اینجا یه ذره رفت تو سود، من ریس فریم و اینجاها انجام میدم که ریس فریم بخوره داخل سود یا داخل نقطه ورودن. اینا دیگه بچه خیلی ریس شدیم تو بازار، وگرنه اینطوری که نمیان آموزش بدم به شما که دونه دونه کندلا رو دارم تحلیل میکنم، نمیروم صاف بگردم اونی که جواب میده. دونه دونه اصلش همینه. شما باید برین دونه دونه، این کار رو دارم میکنم که شما یاد بگیرین دونه دونه هر کجای بازار رو برین انجام بدین، نه برین بگردین بگین اینجا اینجا خوب جواب داده. داینامیک و استاتیک. یه تقلب هم به کسانی که داخل این لایو هستن و افتخار دادن که تایم گرانبهاشون رو به ما دادن، تقلب میدن بهشون. بذار پاک کنم، از اینجا شروع کنم. میزنین روی ایندیکیتورها سرچ میکنین پیوت پوینتس استاندارد، میبینین اینا پیوت پوینتس استاندارد اینجاست. پی و آی رو زدم اومد، گزینه سوم اومد، میزنم روش، موسم رو روش نگه میدارم. وقتی میزنم روش میاد اینجا ظاهر میشه. موسم رو روش نگه میدارم، یه چشم داره که روشن خاموش میشه، یه تنظیمات داره که میزنم رو تنظیماتش، یه حذفم داره که بخوام حذفش کنم. تنظیمات رو میزنم، گزینه اول رو فیبوناچی انتخاب میکنم، گزینه دوم رو همون آوتو انتخاب میکنم، دیگه هیچ کار دیگه ای نمیکنم، نمیذارمش جای دیگه، همون آوتو انتخاب میکنم. پس گزینه اول فیبوناچی، گزینه دوم آوتو. اینجا هم میتونم رنگ تغییر بدم، مثلا ببین S1 R1 S2 R2 S3 R3. S چی بود؟ ساپورت یا حمایت، R چی بود؟ رزیستنس یا مقاومت. میخوام حمایت مقاومت های استاتیک رو با یه دکمه با یه اندیکاتور دقیق ترین ها رو بهتون بدم که این تنظیمات رو انجام میدم و من دیگه دقیق ترین ها رو دارم. ببینیم این از اول روز میاد، فکر نکنین حالا که اومده گذشته این خطا رو کشیده مثل بقیه اندیکاتورها، نه، این از اول روز که بازار اوپن میشه میاد. اینجا چه اتفاقی افتاده تو منطقه پیوت چیه؟ بین R1 و S1، بین این دوتاست. اینجا واکنش نشون داده، برگشته، اومده وقتی شکسته با کندل مارابوزه قرمز شکسته. اما کندل بعدی من آیا با پایینش باز شده؟ خیر، پایینش باز نشده که سل بگیرم. پس صبر میکنم، دنبال تاییدیه میگردم. یه کندل تاییدیه دوباره اینجا دیدم که کل مارابوزو هستش که کل لگ قبلی منو پوشونده و پایین همه اینا باز شده. با تمرین بچه‌ها میفهمین، اگه متوجه نمیشین چی میگم، با تمرین و اینکه آموزهای قبلی رو ببینید نگاه میکنم آیا کندل بعدی من پایینش باز شده؟ خیر، باز نشده. و زمانی که ببینم همچین تاییدیه های، معامله میکنم با چی؟ با استاتیک خالی و با استاتیک خالی و کندل ها، که اصلا من همچی کاری نمی کنم که با اینا و کندل ها معامله کنم. اما اگه میخواین حمایت مقاومت سخت و کف مشخصی داشته باشین، با همین یه دکمه استاتیک رو داریم، فقط داینامیکاست که باید خودتون بکشین. ببینید داینامیکا این کجا بودن، داینامیکاست که باید بشینی بالا سر بازار بکشی و باشون معامله کنی. اما حمایت مقاومت استاتیک رو با همین چند دکمه و چند کلیک داریم. یه وقتایی هست که بازار بالای همه این حمایت مقاومت باز میشه و چیزی نشون نمیده، اون موقع باید به صورت دستی رسم کنین یا میاین میزنین روی دیلی. ببین آوتو رو میکنین دیلی، ببینین با دیلی نشون میده، با دیلی هم نشون نمیده. پس اون موقع خودتون باید اون روز رو رسم کنین. ولی بریم ببینیم سوابق رو چند بار توی محدوده است. اینجا باز شده، اینجا باز شده، مثلا اینجا توی محدوده اومده، اینجا توی محدوده هست، اینجا اومده برخورد کرده به این، اینجا همینطور به این خط واکنش نشون داده. بچه‌ها حالا اومدیم و این R1 من میخواستم بشکنه و معامله کنم. چرا من معامله نمی کنم؟ چرا منی که از سینگل جم یاد گرفتم معامله نمی کنم؟ آقا با مارابوزو قرمز شکسته، درست، دستش درد نکنه. ساعت هم یکه، این هیچی، اصلا کاری به ساعت ندارم. اوکی، من هر چی که گفتم باید جواب بده. باش، شما درست. ساعت یک هیچی.
کندل بعدی من مگه پایین این باز شده؟ نه، اصلا کندل بعدی من سبز، اینجا هم اوپن کرده، پس اینجا معامله نمیکنم، دنبال تاییدیه درست میگردم. تاییدیه بعدی چیه؟ اومدیم و این مارابوزوهای همه اینا رو پوشون، شادوی قبلی رو هم پوشون، کندلای قبلی رو هم پوشون. اینجا میخوام سل بگیرم آقای براتی. بله بگیر. آیا کندل بعدی پایینش باز شده؟ دوباره باز نشده. پس اصلا اینجا معامله نمیکنین، اصلا شما رکب بازار رو نمیخورین. شما کلی از خیلی از معاملهگران جلوترین بچه‌ها. من مطمئنم. برای همینه که میگم بچهای سینگل جیم بازار رو باید دستشون بگیرن برای خودشون. ما که کارشون نداریم، خودشون برای خودشون سود میکنن. هر جای دوست داشتین بریم معامله کنین. من تا حالا نه الزامی کردم برین داخل سایت خاصی، برین با کد معرف خاصی، برین فلان کار رو حتما انجام بدین. هر جای دوست داشتین و برین معاملاتتون رو انجام میدین. یه سرم برم اینجا دوباره. سوال عمق لگو که نشون دادم با چه ابزاری، اگه ندیدین دوباره بعد که سیف شد ببینید. پیوت پوینت تو چه تایم فریمی رسم کنیم؟ پیوت پوینت استاندارد و بچه‌ها اول اینکه تا یک وقتی میذارین رو آتو تا هر چیزی جواب میده. مثلا بذار دیلی، ببینش، اصلا بذار ماهانه، این هفتگیه، ببین، اصلا بذار ماهانه، ببین. اما زمانی که بچه‌ها قراره کمتر از تایم فریم دیلی و روزانه کار کنین، یعنی قراره مثلا 24 ساعته به پایین کار کنین، میتونین تنظیمات رو انتخاب کنین روی دیلی و توی تایم فریم های پایین بازار رو قشنگ مشاهده کنین. اما یه سری تفاوت هایی داره بچه‌ها. ببین این رو دیلی چه اتفاقی میفته اینجا. خب حالا میخوام همین رو برم رو آتو. بذار آپدیتش کنم. یه بار میرم رو دیلی، یه بار میرم رو آتو. ببینید بچه‌ها، این آتو، این دیلی، این آتو، این دیلی، اتفاقی نیفتاده. حالا میخوام برم تو تایم فریم 30 دقیقه ببینم چه اتفاقی میفته. اوکی، میذارم رو تنظیمات، میارمش اینجا. الان رو دیلیه، حالا میرم رو آتو. دیدی خطا جاشون تغییر کرد؟ حالا میرم رو دیلی، دیدی خطا جاشون تغییر کرد؟ خودم به شخصه روی آتو کار میکنم. اما اگه بخوام مثلا 5 دقیقه و 1 دقیقه بذارم، میذارم روی دیلی، چون فرقی نمیکنه در اکثر مواقع. حالا من خودم این ننوشتم که دقیقا بهتون جزئیاتش رو توضیح بدم، اما تنظیماتی که روش دارم بهتون میگم اختصاصی شده هستن و شما نیازی نیست دیگه استاتیک رو بکشین، مگر اینکه مثل اینجا بالای همه اینا باز بشه خاموشش میکنی دیگه، خودت به صورت دستی میکشی، داینامیک رو اینجوری میکشی. استاتیک هم که میای میگی خب اینجا یه اتفاقی افتاده که این بازار زده تو سر این، اینجا هم یه اتفاقی افتاده که بازار حمایت شده، مثلا یه خطی هم اینجا میکشی. بعد که این شکسته شد با کندل معتبر فروش میگیری. تارگت چقدره؟ عمق همین که کشیدی و ریسپری رو هم انجام میدی. اما با تاییدیه کندلی بگیری یا چکش هایی که بهتون گفتم یا مارابوزایی که بهتون گفتم استاندارد باشن حتما کامل و پایین این باز شده باشن، پایین کندل قبلی باز شده باشن. به محضی که باز شد معاملتون رو باز میکنین. تارگتتون هم به اندازه عمق لگ قبلیه یا عمق این حمایت مقاومتی که کشیدین و زمانی که رفتین تو سود ریسپری هم یادتون هست دیگه. بچه سوال؟ انواع حمایت مقاومت رو بلدین دیگه. پیوت پوینتس استاندارد هم که یاد گرفتین. من بچه تایم فریم هم بنویسم براتون. من فول تایم فریم کار میکنم ولی وقتی معاملم و مثلا توی تایم فریم 1 باز میکنم دارید دیگه کاری ندارم تو 5 داره چه اتفاقی میفته. کاری ندارم منظورم اینه که نگاه میکنم ولی این که بخوام خودم رو اذیت کنم بگم اونجا داره میریزه، اینجا داره صعود اونجا انگار یه طور دیگه است، اینجا انگار یه طور دیگه است، اینجوری بگم بهتره. خودم رو اذیت نمی‌کنم و اهمیت تک تک تایم فریم هایی که دارم بهتون میگم خدمتتون عرض میکنم. 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه، 4 ساعته و دیلی در ادامه و انشالله
جلوتر بهتون میگم که اهمیت اینا چی هست. اینا هر کدوم یه اهمیت جدا دارن، یه دلیلی دارن. مثلا تو 4 ساعته که شما نمیتونی مزنه معامله کنی، که میتونی روند رو بفهمی. تو دیلی هم همینطور. حالا بهتون میگم چیکار باید بکنیم با اینها. فینش هم میکنم. سوال؟ هیچ سوالی نداری؟ هیچ سوالی داخل ذهنتون نیست؟ پس بچه‌ها این حمایت مقاومت ها، این کندلا، یه سری آموزشایی که داریم میبینیم، بعد میریم انجام میدیم، میبینیم جواب هم میده. بعضی جا هم که استاپ داره، ولی هرچی که ما دیدیم اوکی بوده، ولی خب استاپش رو داره. اما قرار شد چیکار کنین؟ قبلا بهتون چی گفتم؟ 5 تا معامله که داشته باشی تو مزنه آب شده باید ریسک ریوارد بالای 1 به 2 داشته باشی، راز بقا داخل و راز زنده موندن داخل بازار مزنه. آر به آر 1 به 2 به بالا داشته باشی، یعنی 5 خط استاپ، 15 خط تارگت مثلا، 5 خط استاپ، 20 خط تارگت مثلا، 20 خط استاپ، 40 خط تارگت مثلا، 10 خط استاپ، 20 خط تارگت مثلا، 1 به 2 به بالا. ریسپری رو هم که یاد گرفتیم. اما اومدیم و گفتیم اگه این دوتا داخل آر به آر 1 به 2، این ستا یا این دوتا استاپ خوردن، اومدیم آقا 10 خط استاپ گذاشتیم، 20 خط تارگت. 3 تاش استاپ خورد، 10 خط استاپ داشتیم دیگه، این میشه منفی 30. 2 تا 20 هم تارگت داشتیم، میشه مثبت 40. پس 40 منهای 30. من میگم 3 بارم اشتباه کنین تازه با این تکنیکا و چیزایی که در آینده بهتون میگم که اصلا عجیب و غریب. 30 تا اینجا استاپ خوردیم، 40 تا اینجا تارگت داریم، 40 منهای 30 میشه مثبت 10 خط. شما دوباره رو سودین. چرا؟ چون هم ریسپری رو بلدین، هم روش های درستی رو بلدین، هم کلی آزمون و خطا کردین. آزمون و خطا منظورم اینه که رفتین توی دمو معامله کردین و خودتون هم رفتین چارت رو بررسی کردین و پلن مکتوب معاملاتی دارین. همه اینا با هم جمع بشه اصلا انشالله با چیزایی که در آینده یاد میگیرین میتره کنین. تئوری معامله خیلی متفاوته، نیمی داخل بازار اصلا یه چیز دیگه است، خیلی در هم بر همه. بله، اما این آموزشا رو نمیدونم از کجا باید در هم بر هم باشه، چون چیزی که من یادم رو یاد میگرفتم چکش رو یاد میداد، یه سری ها اصلا اندیکاتورهای دیگر رو یاد میدادن، بعد میرفتن یهو انتخاب میکردن یه چیزایی رو، چیزایی که اسلام میخورده که نشون نمیدادن، یه چیزایی رو انتخاب میکردن. بعد که من رفتم تو بازار دیدم مثلا یه چیز دیگه است، چیزی که اون گفته اصلا 20 تا استاپ میخوره، مثلا 5 تا تارگت میده، اصلا یه وضعی. اما اگه شما چیزی دیدین موظفین و مسئولین به خاطری که بقیه آسیب نبینن. من درست توضیح بدم، خودت آسیب نبینی به من بگی، برام ارسال کنی، یا اصلا داخل کامنت ها پابلیک اعلام کنی، عمومی بنویسی، من موظفم که بیام پاسخ بدم. سریع بالا پایین میشه، ما میایم تا به خودمون بجنبیم سریع بالا پایین میشه. آره، اما آیا خانم تقیلو تایمی رو گذاشتی بگی من مثلا همیشه میخوام 4 تا 6 معامله کنم و فقط 4 تا 6 تمام تمرکزت و ذهنت روی بازار باشه و بازار رو نگاه کنی و پلن مکتوب معاملاتی داشته باشی؟ چرا گم میشی؟ چرا نمیدونی باید چی کار کنی؟ چون نمیدونی باید چه روشی معامله کنی، نمیدونی چقدر باید تارگت بگیری، نمیدونی چقدر باید استاپ بذاری. آخه حق هم داری به خودت به جنبی. وای خدایا الان 2 خط یه ذره بالا پایینه طوری اشکالی داره؟ خب اینا رو من همه رو بهت میگم، اما وقتی این برگه رو داری روش نوشتی، روش نوشته که باید چی کار کنه خانم تقیلو، 2 ساعت هم در نظر گرفتی، تمام تمرکزت باید روی بازار باشه، چرا باید بترسی؟ چرا باید اتفاقی برات بیفته؟ اما اگه آشپزی کنی، حواست به بچه باشه، سر کارم باشی، تو این هم بگردین، که فایده نداره که. اومدی پول در بیاری، پول که در نمیاری اونطوری هیچ، یه پولی هم به بازار تقدیم میکنی. پس روانشناسی رو هم بهتون میگم. من از ساعت 11 تا 7 تو چارتم. آره من که ندیدم معامله گرهای تاپ جهانی اینقدر ساعت پای چارت باشن که شما هستین. حالا بعد بهتون میگم روانشناسی. بله دیگه، بله بله. ولی میتونی بگی که آقا 2 ساعت وقت میذارن، میتونی بگی که صبح 10 تا 12 مثلا 11 تا 12 تمام، بعد از ظهرها 4 تا 5،
اگه فقط تو این تایم ها به من معامله داد معامله میکنم، اگه معامله ندادم هیچی ولش میکنم. اگه یکیشو نرسیدم یکی دیگه شو میرسم انجام میدم. اما اینکه بری خونه خاله، بری خونه داداش، بری خونه عمو، بری مسافرت، بری یهو داری میری قدم میزنی تو طبیعت همینجوری چهار تا باز کنی، یه چیزی دیدم بذار معامله رو باز کنم، مثلا همچین چیزی ما نداریم. قشنگ اگه سودم کنی همشو تقدیم بازار میکنی در آینده. چرا؟ چون راه اشتباهی رو انتخاب کردی. کسی که میره سرقت انجام میده مثلا موفق میشه، شاید چندین بارم موفق میشه، اما یه بار یه جوری ازش میگیرن که اونا رو که میذاره هیچ، خودش هم که زندان میکنن هیچ، تازه عواقب دیگه هم داره. پس ممکنه دفعه اول اون برسه به سود و پول برسه، اما دفعه بعدی ازش میگیرن و تقدیم میکنه به بازار. آقای اسدی مزارگرم میترسم معامله کنم، به خاطر که پلن مکتوب معاملاتی نداریم، قبلا بهتون گفتم، به خاطر که تمرین نمیکنین، قبلا بهتون گفتم، دوباره هم روانشناسی ها رو میگم. واسه میشه لایو یا آپارات یا یوتیوب ذخیره کنید، چون با یک بار کافی نیست، ما وقتی میریم تو دفتر یادم میره. من عرض کردم بچه‌ها این دفعه سومه که دارم انواع حمایت مقاومت رو میگم، مثالشو میزنم. دفعه قبلی اون مشکل خورد، وگرنه من چرا نباید اینو سیو کنم وقتی قراره بذارم همه استفاده کنن. پس فقط تایم خودم رو دارم الکی بیشتر میگیرم و برای شما آموزش میذارم. چرا؟ چون اون دفعه اشتباه لایو سیو شده و دوباره دارم آموزش میذارم. انشالله که خیر باشه و آموزش رو بذارم و ببینیم. منم موافقم با اینه که شما ویدیوها رو خودتون ضبط کنید داخل یوتیوب و تلگرام رو. بله میذارم، همه ویدیوهای قبلی داخل یوتیوبه. خواهش میکنم. آره بچه های آیتی میگن از این به بعد محض احتیاط وقتی اومدین داخل لایو، اگه دوست داشتین خودتونم اسکرین ریکورد بگیریم که اگه حتی مثلا ما مشکلی داشت یا سیو نشد یا هرچی، شما اصلا این دفعه لطف کنین برای ما بفرستین یا اصلا برای ما نفرستین، خودتون اونا رو داشته باشین و برای خودتون استفاده کنین. پس اسکرین ریکورد از صفحه گوشیتون بگیرین. هست همه گوشی ها دارن بالا، ولی اگه نداشت اپلیکیشنش هم میتونین نصب کنین تو بازار، تو فروشگاه پلی. خواهش میکنم مراقب خودتون باشین بچه ها. من دیگه برم، تمرین یادتون نره، حمایت یادتون نره. یه حرف دلی زدم تو لایو قبلی که دیگه اوکی نشد و سیو نشد، دوباره میگمش. بچه ها تا زمانی که شما یک معامله گر هستین، حالا یا شما سابقه دارین یا سابقه ندارین، دارین آموزش رو میبینین تو بازار، مزن آب شده رو فقط دارم عرض میکنم، سابقه معاملاتی هیچ. خب زمانی که شما وارد سایت میشین، بچه‌ها کلی سایت وجود داره. خب که مثلا یکیش هم ما پیشنهاد دادیم، همینجوری اومدیم پیشنهاد گفتیم اگه دوست داشتی برو، هیچ تأکیدی هم نداریم. حالا بماند که هدیه نقدی اینا هم داره، ولی هیچ تأکیدی نداشتیم، گفتیم آقا اگه دوست داشتی، اگه دلت جایی دیگه پولشو میگیرن، پول آموزش رو میگیرن، تازه میگن باید هم عضو این باشیم. مثلا نمیفهمم اینا رو، اصلا نمیفهمم. اما بچه‌ها تا زمانی که تیم کوچیکه، بزنیم ببندم اینجا رو. خب بچه تا زمانی که تیم سینگل جیم و اشخاص سینگل جیم و کسانی که این آموزش ها رو دارن میبینن کوچیک هستن، ما نمیتونیم با کسانی که زور میگن تو بازار، پول زور رو الکی میگیرن تو بازار، سایت هایی که دارن خلاف قوانین عمل میکنن و الکی اشخاص رو کال مارجین میکنن. نه که بچه حالا بترسین کال مارجین میکنه، نه. مثلا میگه روز وقتی شما 100 خط ضرر میکنی یعنی کل سود تو از دست دادی دیگه، تو آموزش‌های قبلی هم یاد گرفتی. اما اینا رو 80 خط میگن ما معاملت رو به حراج میذاریم. خب معامله منو به حراج میذاری، چرا رو همون 80 خط کل 80% سرمایه شما رو بچه‌ها وقتی میرسه به 80% زیان سرمایه شما، که انشالله اصلا نباید این چیزا برای شما اتفاق بیفته، چون شما حد ضرر حد سود دارید. ولی من دارم مثال عرض میکنم که آقا این خودش غیر قانونیه، حالا یه کار غیر قانونیه. زمانی که میرسه به 80 خط زیان، میاد معامله شما رو به حراج میذاره و بعد کل 100% کل 100% پول شما رو میبره. آقا شما از 80% گذاشتی حراج، فوقش 90% شو بردار، 95%، پس بقیهش کو؟ بعد وقتی مثلا حراج میره،
چه اتفاقی میفته؟ یا همون میخوای کال مارجین بشی، برات میزنه حراجی. چرا حراجی؟ عددش کو؟ چرا نمیگی بقیه‌شو چقدرشو برداشتی؟ بچه‌ها ما اصلا نمیتونیم پرده برداری کنیم و لایه برداری کنیم و سایت ها رو تنبیه کنیم. تنبیه چی؟ اینکه معامله نکنیم، بگیم باید فلان کارتو انجام بدی و اصلاح کنی تا معامله کنیم اونجا. آقایی که داری آموزش اینجوری میذاری، اینا اصلا خودت هم نمیتونی باشون سود کنی، چه برسه بذاری و پول بگیری. و حالا پول بگیریش هیچی بابا، پولی که بعدش تقدیم بازار میکنی. هر چی میخواد بگیره، پولی که بعد از اون میری تقدیم بازار میکنی، فکر میکنی مشکل از شماست. اوکی، ممکنه هم مشکل از شخص باشه و باید تمرین کنه، باید بره بک تست بگیره، بره تو دمو معامله کنه. اما بچه وقتی آموزش غلطه رو چی تمرین کنه آخه؟ من چجوری بگم اینا رو؟ پس وقتی انشالله تیم ما گسترده تر بشه دیگه هیچ کسی نمیتونه از این کارا بکنه. چرا آموزش رایگان اینجاست، چرا که هیچ سایتی نمیتونه بعد پاسخ شما رو بده. یا مثلا میایم میگیم بچه ها فلان سایت فلان کار کرده، آیا این مشکل برای شما هم هست؟ اگه همچی چیزی بود دیگه اونجا معامله نمیکنی. یا بهشون میگه فلان کارتو اصلاح کن. وقتی معامله نکنیم این بدترین تنبیه برای اون شخص. کل یوزرها و مخاطباش میریزه، کل کسب درآمدش میریزه. به این صورته. پس این حمایت به نفع همه ماست، به نفع همه ما هستش. ژورنال ترید هم بچه‌ها به صورت رایگان میتونید استفاده کنین و داخل ربات تمام خدمات ما هست. سینگل گلد هم هست، طلای فیزیکی هم داریم. اگه خواستین خریداری کنین داخل ربات سینگل گلد کانالش هست که سایتش هم به زودی عرضه میشه انشالله. و ژورنال هم حتما ژورنال نویسی کنین. ژورنال نویسی یکی از عوامل خیلی مهم و بقا در کل همه بازارهای مالی، نه فقط بازار مزنه. اینا رو خواستم بعد بگم که انشالله همه رو انجام بدین، ولی الان هم یک اشاره هایی کردم بهتون. مراقب خودتون باشین. اگه سوالی ندارین بریم و یا هم انشالله که بریم به سلامت. سوال نداری بچه ها؟ بچه ها مراقب خودتون باشین و تک تک نکات یادتون نره. یه وقتایی من یه چیزایی نمی‌نویسم ولی یهو وسط لایو میگم همون نکته چندین میلیون ضرر خوابیده روشا. مراقب خودتون باشین، تک تک گوش کنین و نکته برداری کنین. سود کن، یاد بگیر، حرفه‌ای شو. خدا نگهدار.